سلام خدمت همه شما عزیزان و همراهان گرامی. خدمتتون هستیم با فصل اول از کتاب هارتلس هانتر نوشته کریستن سیکارلی. تقدیم به کسانی که از مواجهه با خود واقعیشان می‌هراسند، یاران و همراهان. تنها از طریق مرگ دنیای قدیم می‌توانیم از بازگشت اهریمن جلوگیری کنیم. باید این جادوگران را نابود کنیم و جادوی آنها را از بین ببریم. انجام هر کاری برای به ثمر رسیدن این هدف والا، یعنی رهایی از ظلم و ستم، مجاز است. بگذارید خون آنها برای همیشه خیابانها را لکه‌دار کند. فرمانده شایسته شما، نیکولاس کرید. مقدمه: وقتی گاردخون به دختری مشکوک میشد که شاید جادوگر باشد، لباسهای او را از تن خارج کرده و بر روی بدن او به دنبال جای زخم میگشتند. در دوران حکومت ملکه‌های خواهر، جادوگران زخم‌های خود را با غرور می‌پوشاندند و قدرت خود را جوری به نمایش می‌گذاشتند که گویی حلقه جواهری یا لباس ابریشمی است. زخم‌ها نشان دهنده ثروت، مقام و مهمتر از همه جادوی آنها بود. حالا قربانیان را با زخم‌ها نشانه گذاری می‌کنند. آخرین باری که چشم رون به زخم‌های یک جادوگر افتاد 2 سال پیش بود. بعد از اینکه ملکه‌های جادوگر در تخت‌های خود به قتل رسیدند و خون مجلس شورای آنها در کف خیابان‌ها جاری شد، گاردخون وظیفه رسیدگی به شهر را به عهده گرفت و عمل پاکسازی شروع شد. غروب بود که جمعیت زیادی در مرکز شهر غرق در مه جمع شده بودند. رون در میان آنها ایستاده بود. نمی‌توانست نگاه‌های تشنه و پر آتش اطرافیانش را نادیده بگیرد. مردم می‌خواستند که انتقام بگیرند. می‌خواستند آن را مانند شراب قرمز نابی ببلعند. وقتی که جادوگر پیر از پله‌های سکوی مجازات بالا می‌رفت، مرغان دریایی بالای سر او سر و صدا می‌کردند. برخلاف کسانی که بعد از او آمدند، پیرزن عجوزه نه گریه کرد و نه برای بخشش التماس کرد. بالعکس، با نگاهی صبورانه سرنوشتش را پذیرفت. گاردخون یکی از آستین‌های لباس او را پاره کرد و شواهد جنایات او را فاش کرد. زخم‌های طرحدار بر روی دست چپش، همانند حک شدن یک توری ظریف بر روی پوست بلورینش جاری بودند. رون نمی توانست به این فکر نکند که چقدر زیبا به نظر می رسند. هنگامی که نشانه هایی از برتر بودن وضعیت به وجود آمد، دیگر پنهان کردن زخم ها برای پیرزن عجوزه غیر ممکن بود و او را تبدیل به طعمه ای آسان برای شکارچیان جادوگر کرده بودند. این دلیلی بود که رون هیچ وقت به خودش آسیب نمیزد. او نمی توانست به آنها اجازه دهد زخمهایش را پیدا کنند. فصل اول. رون. سراب، ضعیفترین و ابتدایی ترین رده در طلسم های سراب توهمات ساده‌ای هستند که برای مدت کوتاهی استفاده می شوند و نیازمند مقدار کمی خون هستند. هرچه خون تازه تر و جادو قوی تر باشد، عمل ساخت جادو راحت تر است. برگرفته از قوانین سحر و جادوی ملکه شجاعت کالیدورا. وقتی رون وینترز راه خود را در جنگل مرطوب باز می کرد،
رعد و برق در سراسر آسمان پدیدار شده بود و به سختی در آن باران زیر کاجها پناه گرفته بود که مانند سایبانی بالای سرش از او محافظت می‌کردند. درخشش فانوس او مسیر پیش رویش را روشن می‌کرد، هرچند سطح آن توسط ریشه‌های پیش خورده و حوضچه‌هایی از آب باران شکسته شده بود. شب وحشتناکی برای ساخت جادو بود. باران از لابلای شنل او نفوذ کرده بود و داشت مارک‌های طلسمی که با خون روی دست چپش طراحی کرده بود را از بین می‌برد. باید قبل از اینکه باران کاملا آنها را از روی دستش می‌شست و جادوی او را با خود می‌برد، آنها را دوباره طراحی می‌کرد. رون تا وقتی به طور قطع مطمئن شود که سرافین او را نخواهد کشت، باید سراب را مخفی نگه دارد. به عنوان مشاور قبلی ملکه‌های خواهر، سرافین اوواکز جادوگری قدرتمند بود و بعد از 2 سال جستجو، رون بالاخره او را ردیابی کرده بود. حالا که این کار را کرده بود، در بالای این سرزمین جنگلی چه پیدا خواهد کرد؟ یک دوست یا یک دشمن؟ وقتی رون آخرین حرف‌های مادر بزرگش قبل از مرگ که مربوط به 2 سال پیش بودند را به خاطر آورد، با نگرانی لب پایینش را گاز گرفت. مادر بزرگش به او گفت: بهم قول بده که سرافین اوواکز را پیدا می‌کنی عزیز دلم. اون میتونه چیزایی که من نتونستم بهت بگم رو برات توضیح بده. بعد از اینکه گارد خون نن را دستگیر کرد و او را از خانه بیرون کشید، یک علامت ایکس خونین در جلوی در کشیدند و به همه اعلام کردند که دشمن جمهوری در داخل این خانه پیدا شده است و در راه است تا تطهیر شود. خاطره آن روز مانند خنجری جراحت ایجاد می کرد. همانطور که رون به راهش ادامه میداد، اضطراب در خونش جاری می شد. مانند شکافی سریعتر و بلندتر پرورش می یافت. اگر سرافین پیش از آنکه رون خودش را به او معرفی کند، او را از طریق سراب پنهانی ببیند، ممکن است او را از خانهش بیرون کند یا بدتر ممکن است او را بکشد. زیرا هر جا که رون وینترز پا می‌گذاشت، شهرت دروغینی که با دقت فراوان برای خویش ساخته بود دنبال روی او بود. او یک خبرچین بود، کسی که از جادوگران متنفر بود، از موافقان جمهوری جدید. رون دختری بود که به مادر بزرگ خودش خیانت کرده بود. اینها دلایلی هستند که رون امشب خود را به شکل دست فروش پیری درآورده بود و یک قاطر پر از کالا میراند. بوی قاطر خیس همراه با صدای به هم خوردن قابلمه ها و ماهیتابه های محموله رون با هر قدم حیوان در هوا پخش می شد. هر یک از جزئیاتی که توسط جادو در خون رون به وجود آمده و توسط نمادهایی که روی مچ دست او کشیده شده بود، طلسم را به او متصل می کرد. این فقط یک سراب بود، پایین ترین رده در طلسم ها، و با این حال تمام انرژی رون را برای درست کردنش گرفته بود. سردرد ناشی از آن هنوز در شقیقه هایش حس می شد. شاخه ها از باران می لرزیدند. رعد و برق بالای سرش می درخشید و کلبه کوچک در لبه صخره، جایی که جنگل به پایان می رسید، را روشن می کرد. پنجره ها با نور لامپ به گرمی می درخشیدند و رون بوی دوده‌ای که از دودکش ها بیرون می زد را احساس می کرد. با محو شدن سریع علائم طلسم، سراب در اطرافش سوسو زد. او نیاز داشت طلسم را برای مدتی بیشتر نگه دارد. رون با پایین گذاشتن فانوسش حباب شیشه‌ای را که در جیبش پنهان کرده بود بیرون کشید و درب آن را باز کرد. انگشتش را با خون داخل حباب تر کرد. مچ دستش را زیر نور نگه داشت. رد سمبل ها را دوباره گرفت تا آنها را تقویت کند. یکی ظاهرش را تغییر داد، موهایش را خاکستری کرد، پوستش را چین و چروک کرد، شانه‌هایش قوز کردند، در حالی که دیگری حضور قاطر را در کنارش پدیدار کرد.
دومین طلسم را که تمام کرد، خون گوشهایش خروشید و مزه نمک بر زبانش جاری شد. سراب در جای خودش اثر کرد. با قدرت بدنی رون پیوند خورد. درد در شقیقه‌هایش به شدت ضربان داشت. عرق سحر و جادو را قورت داد، کلاهش را روی موهایش کشید، دندانهایش را در برابر سردردی که شدیدتر میشد به هم فشار داد. سپس فانوس خود را برداشت و از جنگل بیرون رفت. مسیر را به سمت پایین به سوی خانه ادامه داد. چکمه‌هایش در لجن غرق بودند. باران به صورتش ضربه می‌زد. قلبش جوری می‌تپید که انگار قرار است هر لحظه از سینه‌اش بیرون بزند. هر اتفاقی که ممکن بود با باز شدن در بیفتد را پیشا پیش حدس می‌زد. اگر سرافین جادوی او را ببیند و او را به مرگ نفرین کند، کمتر از سزاوار رون نخواهد بود. و اگر عطوفت نشان دهد، رون لبش را گاز گرفت و سعی کرد امیدوار نباشد. در حالی که در حیاط حرکت می‌کرد، صدای ناله مضطرب اسبی را از استبلی که غرق در تاریکی بود شنید. احتمالاً از طوفان ترسیده بود. وقتی به خانه رسید، دید که در ورودی از قبل باز است و مثلثی از نورهای طلایی رنگ داخل خانه بر روی زمین ایجاد شده. یعنی سرافین انتظار رون را داشت. برخی از جادوگران قادر به پیش بینی آینده بودند. اگرچه این روزها این یک توانایی نادر و اغلب بی‌ثبات بود. هیچ چیز شبیه پیشگویی‌های روشنبینانه ساحره‌های قدرتمند قدیم نیست. شاید سرافین یکی از این جادوگران قدرتمند و نادر بود. این فکر باعث شد رون شانه‌هایش را صاف کند و خودش را مجبور کند به جلو حرکت کند. اگر سرافین این ملاقات را پیش بینی کرده بود، می‌دانست که رون کیست و می‌دانست که دارد می‌آید. اینها دلایل بیشتری بودند که هرچه زودتر این کار را تمام کند. او با پشت سر گذاشتن سراب قاطر در حیاط از آستانه خانه عبور کرد. هیچ کس به انتظارش نایستاده بود. آتش در آتشدان خاموش بود. زغال‌های نیمه سوخته به رنگ قرمز سوسو می‌زدند. بشقاب غذا روی میز چیده شده بود. آبگوشت چنان سفت شده بود که انگار مدت زیادی است که در آنجا مانده است. قطرات باران از دماغه در نیمه باز به داخل خانه می‌ریختند و زمین سنگی زیر پای او را مرطوب می‌کردند. رون اخم می‌کرد و گفت: سلام. سکوت جوابگوی او بود. سرافین. خانه با شنیدن نام صاحبش ناله‌ای کرد. تیرک‌های بالای سر رون قیژ قیژ می‌کنند و باد موجب حرکت دیوارها می‌شود. رون نگاهی به اطراف انداخت و به دنبال هر نشانه از زنی بود که در اینجا زندگی می‌کرد. خانه کوچک فقط شامل یک اتاق یک نفره بود، با یک آشپزخانه در گوشه و یک اتاق کار کوچک در روبرویش. باید یه جایی همین جاها باشی. یک نردبان که به طور خشنی شکسته شده بود در مرکز اتاق بود که به یک اتاق زیر شیروانی ختم می‌شد. رون با قدم گذاشتن روی پله‌های آن به بالا رفت، جایی که یک تخت خواب نامرتب پیدا کرد و 3 شمع روشن که موم عسلی رنگ آنها بر روی چوب‌های کف اتاق می‌چکیدند. او پایین آمد و در پشتی خانه را چک کرد، جایی که به یک باغ خالی منتهی می‌شد. هیچ نشانه‌ای از سرافین در آنجا نبود. چهره رون از ناراحتی جمع شد. پس اون کجاست؟
صدای ناله اسب دوباره از دور به گوش رسید. استبل. مسلماً اگر حیوانی ترسیده بود، سرافین باید میرفت تا آن را آرام کند. با فانوسش در دست و سردردی که هنوز در شقیقه هایش جریان داشت، رون از آستانه در خارج شد و به زیر باران رفت. در را نیمه باز گذاشت و در حالی که قدم برمی داشت سراب قاطر خود را جمع کرد. باران به مچ دستش برخورد می کرد. طلسمش در حال خدشه‌دار شدن بود، ولی سعی می کرد تا حفظش کند. با عجله به نیمه راه استبل رسید که ناگهان چیزی زیر چکمه‌اش حس شد. دیدن در تاریکی و طوفان سخت بود. پس خم شد و فانوسش را در گل و لای گذاشت. یک لباس بود. رون دست به پارچه خیس زد. روی پاهایش بلند شد، یافته‌های خود را زیر فانوسش گرفت و با دقت کنکاش کرد. یک لباس کار ساده و پشمی، نوعی که یک خدمتکار ممکن است هنگام شستشوی زمین بپوشد. البته که یک نفر پشتش را بریده بود. چرا باید؟ به راه نگاهی انداخت و تکه دوم لباس را دید. خم شد. فهمید لباس پنبه‌ای تغییری کرده. پر از لجن و گل و لای شده بود. همینطور در پشت لباس در قسمت پایینی برشی پیدا کرد. نه، رون فکری کرد. انگشتان باران خورده‌اش را در لبه بریدگی لباس کشید. هیچ برشی در کار نبود. پاره شده بود. شکمش منقبض شد. در حالی که مچ دستش در معرض عناصر گوناگون قرار گرفته بود، باران علائم طلسم او را کاملا از بین برد و سراب از بین رفت. سردردش با از بین رفتن سراب ناپدید شد. قبل از اینکه بتواند علائم طلسم را بازسازی کند، ناگهان صدای باد همانند گرگ خشمگینی که آماده غرش باشد بلند شد. درب خانه سرافین محکم به هم کوبیده شد. رون لباس پشمی را انداخت و به سمت در چرخید. نفس در گلویش حبس شد. در بسته شده ویوی کاملی ایکس ایکس خونین به او میداد که از گوشه تا گوشه روی سطح چوبی درب آغشته شده بود. علامت گارد خون. سرافین در استبل نبود تا اسبش را آرام کند. سربازها او را پیدا کرده بودند، برهنه کرده و با خود برده بودند. قدیمی ترین دوست نن در دستان گارد خون بود. خطرناک ترین مکان ممکن برای بودن یک جادوگر در آنجا. ممنونم از همه شما که تا اینجای پادکست همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. فصل دوم کتاب هارتلس هانتر.
نوشته کریستن سیکارلی. برای شنیدن این پادکست با ما همراه باشید. فصل دوم. رون با اسب خسته نن لیدی در بین خیابان‌های مه‌آلود پایتخت با سرعت تاخت. لامپ‌های برقی به راهش روشنایی بخشیده بودند و نور سفیدشان در حالی که مغازه‌های تعطیل اطراف دو طرف رون را روشن کرده بود وزوز می‌کردند. صدای کوبش سم‌های لیدی روی سنگ فرش‌ها به شدت با سکوت اطراف در تناقض بود. 2 سال از زمانی که این خیابان‌ها با خون جادوگران پوشیده شد و جمهوری صلح قرمز متولد شده بود می‌گذشت. رون این 2 سال را صرف پیدا کردن سرافین اوواکس کرده و مصمم بود که آخرین درخواست مادر بزرگش را برآورده کند. حکومت تمام دوستان نن که جادوگر بودند را اعدام کرده، دارایی و میراث آنها را تصاحب کرده بود. تنها دوستی که از پاکسازی فرار کرده بود سرافین بود، ولی فقط به این خاطر که توسط ملکه سابق نزدیک به 2 دهه قبل تبعید شد و هیچ کس از آن موقع او را ندیده بود. حالا درست در شبی که رون بالاخره او را پیدا کرده بود، شکارچیان جادوگر زودتر به آنجا رسیده بودند. آیا این تصادفی بود یا کسی در تعقیب رون بود؟ او گمان می‌کرد که این اتفاق ممکن بود رخ دهد، ولی حالا لازم بود که خیلی مراقب باشد. اگر کسی از اعضای گارد خون به او مشکوک شود، باید کاری کند تا شک آنها برطرف شود. رون سعی کرد که به ایکس خونی روی درب یا باقی مانده لباس پاره شده غرق در گلولای فکر نکند. او می‌دانست که دقیقاً چه اتفاقی برای سرافین افتاده است. این اتفاق را روزی که گارد خون سراغ نن آمدند از نزدیک دیده بود. رون کسی بود که آنها را دعوت کرده بود. بلافاصله بعد از قیام، سربازان تمام جادوگران شناخته شده را جمع‌آوری و پاکسازی کردند. ارتش جمهوری جدید کنترل بندرگاه‌ها را به دست گرفته و اطمینان حاصل کرد که هیچ کس نمی‌تواند جزیره را ترک کند. کشتی‌های نن را تصرف کردند. دیر یا زود شکارچیان جادوگر به خانه وینترسی می‌آمدند تا او را دستگیر کنند. ولی نن نقشه‌ای داشت. شریک تجاری قدیمیش یک قایق ماهیگیری داشت و جادوگران را به بیرون جزیره قاچاق می‌کرد. قایق از خلیج کوچک شخصیش در نیمه شب حرکت می‌کرد. در آن برای نن و رون جایی بود تا سوار قایق کوچک بشوند، البته اگر می‌توانستند به موقع برسند. در آن زمان رون فقط 16 سالش بود و هنوز به جادوی خود پی نبرده بود. هرگز به ذهنش خطور نمی‌کرد که بتواند جادو کند، از آنجایی که والدین حقیقیش جادوگر نبودند و فقط جادوگران جادوگر به دنیا می آورند. گرچه در بعضی مواقع جادو به بچه‌ها و حتی نسل‌های بعد ارث نمی رسید و این پیشبینی را سخت می کرد. خانواده رون زمانی که او نوزاد بود در حادثه وحشتناک شکسته شدن کشتی غرق شدند. او را یتیم بدون هیچ خانواده‌ای که سرپرستی او را بر عهده بگیرد رها کردند. در نتیجه نن او را به فرزند خواندگی گرفت، ولی اهمیتی نداشت که رون یک جادوگر نبود و یا ارتباط خونی با نن نداشت. از نظر صلح سرخ مهم این بود که رون نن را تحویل نداده بود. وقتی که گارد خون به سراغ مادر بزرگش آمدند، می توانستند ادعا کنند که رون یک موافق است و کنار کسترل وینترز
به خاطر جرم لو ندادن جادوگر اعدامش کنند. این تنها شانس آنها برای فرار بود. وقتی که رون داشت با عجله وسایلش را جمع می کرد، پیامی از طرف الکساندر شارپ، قدیمی ترین دوستش، به او رسید. آن را خواند: کسی به شما خیانت کرده. گارد خون از نقشه شما خبر دارد. سربازان ماهیگیر را اوایل عصر دستگیر کردند و الان در خلیج ماهیگیر منتظر شما هستند. ولی محتوای پیام الکس بدتر شد. جاده هایی که به خارج از شهر منتهی می شدند همگی بسته شدند و هر کسی که اجازه سفر کردن نداشته باشد دستگیر می کنند. جایی برای فرار کردن نبود. آنها در خانه وینترسی گیر افتاده بودند. می توانستند مخفی شوند، اما تا چه مدت؟ الکس ادامه داد: تو باید اون رو تحویل بدی رون، قبل از اینکه خیلی دیر بشه. پیام واضح بود. اگر رون سریعا نن را لو نمیداد، هر دو اعدام می شدند. قبول نکردنش مرگ بیرحمانه‌ای برای رون رقم میزد. ولی نن مادر بزرگش بود، کسی که رون بیشتر از همه در دنیا عاشقش بود. تحویل دادن مادر بزرگش مانند این بود که قلب خودش را از سینه جدا کرده و تسلیم کند. در نتیجه پیام را به نن نشان داد. مطمئن بود که مادر بزرگش می‌داند که چطور از این مخمسه رهایشان کند. او نگاه مصمم در چشمان نن را وقتی که نامه را می‌خواند به یاد آورد. ولی به جای بیان کردن یک نقشه فرار جدید، او گفت: حق با الکسه، باید سریعاً منو گزارش بدی. رون سرش را با وحشت تکان داد. نه، باید راه دیگری باشد. نن رون را در آغوش کشید و محکم بغلش کرد. رون هنوز می توانست بوی روغن استخوان‌دوس مالیده شده پشت گوش‌های نن را به یاد بیاورد. عزیز دلم، اگه منو تحویل ندی اونا تو رو هم میکشند. رون گریه کرد و به سمت اتاقش دوید. خود را در آنجا حبس کرد. نن از آن طرف در بسته گفت: اگه واقعا منو دوست داشته باشی، منو از درد تماشای کشته شدنت دریغ میکنی. چشمان رون از اشک میسوخت. گلویش از حق حق کردن خفه شده بود. خواهش میکنم عزیز دلم، به خاطر من این کار رو انجام بده. رون چشمانش را محکم بست. میخواست که از این کابوس بیدار شود، ولی این کابوس نبود. اینها انتخابهایش بودند. مادر بزرگش را لو دهد یا با مرگی وحشتناک در کنار نن بمیرد. اشک‌های گرم از روی گونه‌هایش میریختند. بالاخره رون در را باز کرد و بیرون آمد. نن او را در آغوشی محکم گرفت. موهای رون را نوازش کرد، همان گونه که در دوران کودکی این کار را انجام میداد. تو الان باید خیلی باهوش باشی عشق من، باهوش و شجاع. با کمک لیزبث، نن رون را سوار بر اسبی کرد و او را به تاختن در شب روانه کرد. رون باد شدید و ضربات قطرات باران را به خاطر می آورد. به یاد آورد که چگونه بدنش می لرزید. آن شب به طور منجمد کننده‌ای سرد بود، ولی ترس موجود در قلبش سردتر بود. می توانست از انجام این کار سر باز بزند. می توانست مستقیم به سمت سربازان بتازد و خودش را به جای نن تحویل بدهد، ولی این کار را نکرد. چون در اعماق وجودش رون نمیخواست بمیرد. در اعماق وجودش او یک ترسو بود. خیس و لرزان در حالی که تلو تلو میخورد به داخل اداره مرکزی گاردخون رفت و حرفهایی زد که مادر بزرگش را محکوم میکرد. رون به آنها گفت: کسترل وینترز یک جادوگره که قصد فرار داره. با گفتن این جمله کسی که بیشتر از هر چیزی در دنیا دوستش داشت را رها کرد. میتونم شما رو ببرم پیشش، ولی باید عجله کنید قبل از اینکه بتونه فرار کنه. او گارد خون را مستقیم به وینترسی هدایت کرد.
جایی که نند را دستگیر کردند. پیرزن را از خانه بیرون کشیدند در حالی که رون داشت تماشا می کرد، ساکت و بی حرکت. همچنان همه چیز را در خودش نگه داشت. درست بعد از اینکه مطمئن شد سربازان دور شده بودند، به زمین افتاد و گریه کرد. رون 2 سال اخیر را در تلاش برای جبران کردن آن شب گذراند، ولی حق با نند بود. تحویل دادنش ثابت کرده بود که رون به اندازه بقیه به جمهوری جدید وفادار بود، حتی شاید وفادارتر. بالاخره چه جور آدمی به مادر بزرگ خودش خیانت می کند؟ کسی که بیشتر از هر چیز از جادوگران متنفر است. حالا زندگی بیشماری از جادوگران به همان دروغ و نیرنگ بستگی داشت. دستان لرزان رون افسار لیدی را فشاری داد. نوارهای چرمی افسار بین دستکش‌هایی از جنس پوست آهو در حالی که خیابان‌های مه‌آلود پای تخت را بررسی می‌کرد گزیده می‌شد. اگر شانس با او یار بود، گاردخون احتمالاً سرافین را در محل نگهداری بازداشت کرده بودند. آنها صبر می‌کردند تا تعداد اندک دیگری جادوگر شکار کنند و آنها را با هم به زندان قصر منتقل کنند. اگر هم بدشانس بود، فکر دیگری که شاید سرافین از قبل زیر قصر زندانی شده و منتظر است تا پاکسازی شود، باعث شد که حس افتضاحی در شکمش موج بزند. رون سخت‌تر به اسب فشار آورد، سعی می‌کرد تا سریع حرکت کند. این چیزی بود که نیاز داشت امشب یاد بگیرد. اگر سرافین زنده بود، گاردخون کجا نگهش می‌داشت؟ هنگامی که او و لیدی به مرکز شهر رسیدند، یک ساختمان گنبدی شکل بسیار بزرگ در تاریکی پدیدار شد که در بزرگی داشت و عظمتش با قصر رقابت می‌کرد. خانه اپرا. باید شکارچیان جادوگر در داخل آنجا باشند. نیازی به اشاره کردن به اعضای دیوان محاکمه نیست. بعضی از آنها احتمالاً می‌دانستند که مکان جدید نگهداری کجا بود. ابتدا اتاق گنبدوار مسی رنگ خانه اپرا، جایی که کالسکه های مهمانان را تحویل می گرفتند، به چشم آمد. 5 ستون بزرگ که هر کدام به اندازه 5 طبقه ارتفاع داشتند در اطراف آلاچیق بودند. این همیشه رون را متعجب می کرد که چطور فرمانده گود اجازه می داد تا درب این مکان باز بماند. اندکی بعد از انقلاب میهندوستان خانه اپرا را غارت کردند و شکوه و جلال قبلی آن را از بین بردند. نقاشی‌ها، مجسمه‌ها و بقیه تزئینات که نمادی از گذشته و زمان سلطنت جادوگران بود را شکسته، سوزانده و یا به داخل دریا انداخته شدند. ولی ورودی با برگ طلایی و صندلی قرمز مخملی‌اش باقی مانده است، به عنوان یادآوری از نابودی ملکه‌های جادوگر. همانطور که وارد آلاچیق شدند و لیدی آهسته قدم برمی داشت، یک کارکن استبل پیر با لباس رسمی مشکی آراسته از ورودی طاق به جلو آمد. رون از اسب پایین آمد. زمانی که کفش‌های ابریشمی بی پاشنه‌اش به سنگ فرش برخورد می‌کردند، احساس کرد از زیر خالی شده است. تمام استخوان‌های بدنش از شدت تاختن بسیار سریع برای اینکه امشب به اینجا برسد درد می‌کردند. شهر ون وینترز، امشب خیلی دیر کردی. رون به طور ناخودآگاه با شنیدن صدای آشنایی عقب کشید. او کارکنان جوان استبل را به این پیر وطن پرست ترجیح میداد. جوانان با حسرت و احترام می ایستادند، نه تنها به خاطر ثروت و شرایط رون، بلکه به خاطر شهرتش به عنوان قهرمان انقلاب. هرچند کارسون مرسر تحت تأثیر قرار نگرفته بود و این توجه اندکش رون را آشفته و نگران می‌کرد. آیا به او مشکوک بود
یا فقط یک پیرمرد بیچاره بود؟ نمایش اپرا به نیمه رسیده. همراه با تون ناامید کننده صدایش رون در نقشش فرو رفت. کلاه شنل پشمی فاخرش را به عقب زد و موهایش را به بیرون کشید. اجازه داد تا همانند پری دریایی موج طلایی رنگی از موهایش بر پشتش بریزد. رون گفت: ترجیح میدم که اجرای اول رو از دست بدم آقای مرسر. خیلی خسته کننده است. وگرنه تمام چیزی که باید بدونی اینه که اجرا چطور تموم میشه. آخه کی به بقیهش اهمیت میده؟ کارسون گفت: قطعاً همینطوره. کارسون چشمانش را ریز میکند. آدم با خودش فکر میکنه که اصلاً چرا میری به اجرا؟ کارسون چرخید تا اسب رون را به سمت استبل اپرا هدایت کند. رون از خشم و تندی داخل صدایش خوشش نیامد. به خاطر همین گفت: حتما برای خبرچینی و شایعه سازی. به محض اینکه کارسون از محدوده دید رون خارج شد، رون با اضطراب به جیب مخفی دوخته شده داخل لباسش با انگشت ضربه زد، جایی که شیشه کوچک خون پنهان بود. کمی آسوده خاطر شد. کارکن بخیل استبل را از ذهنش کنار زد و وارد خانه اپرا شد، جایی که اعضای گارد خون پیروزانه درباره دستگیری اخیر خود حرف می‌زدند. تنها کاری که رون باید امشب انجام می‌داد این بود که گوشهایش را خوب تیز کند، سوالات درست را بپرسد و تا زمانی که پرده بیفتد او به تمام اطلاعاتی که برای نجات دادن سرافین نیاز داشت پی خواهد برد. او از کنار تعدادی بچه که در مسیر تقاضای سکه و غذا می‌کردند گذشت. از علامتی که روی پیشانیشان حک شده بود، رون می‌توانست بگوید که آنها توبه کنندگان هستند. نوادگان موافقان جادوگر. به این معنی که کسی در خانوادهشان از گزارش دادن یک جادوگر خودداری کرده یا آنان را از دست شکارچیان پنهان کرده بود. فرمانده گفت به جای اعدام یا زندانی کردن این نوادگان موافقان جادوگر، نماد توبه کنندگان را بر پیشانیشان حک کرد. یک راه تا همه بدانند که آنها چه کاری انجام دادند. این یک اخطار بود، راهی برای منصرف کردن بقیه در کمک کردن به جادوگران. رون تمایل داشت انگشتانش را در کیف پولش فرو کند و چند سکه صدقه بدهد، ولی مستقیما کمک کردن به توبه کنندگان غیر قانونی بود. نزدیک بودن کارسون نیز این جرأت را به او نمیداد. در نتیجه او فقط کمی لبخند زد. لبخند طنین‌آمیز بچه‌ها در حالی که از کنارشان رد می‌شد قلبش را با گناه در هم پیچید. در داخل رون متوجه شد که حق با کارسون بود. نصف اپرا تمام شده بود. روبروی او راه پله تشریفاتی که به دو قسمت متفاوت و در هم تنیده از سلسله پله ها تقسیم می شد اساساً خالی بود. اما صداهای ناهنجاری از سرسرای بزرگ بسیار بالاتر به گوش می رسید. نشانه‌ای واضح بر اینکه بادخور به خوبی در حرکت بود. رون با فشار دادن دستش بر روی نرده مرمری خنک کودکان توبه کننده را از ذهنش کنار زد و شروع به بالا رفتن کرد. او در حالی که از پله ها بالا می رفت از حس حضور مردان در اطرافش آگاه بود. نگاه های هوس انگیز آنان در پشت سر رون حتی بعد از عبورشان باقی مانده بودند. او را به یاد آخرین مکالمه‌ای که با دوستش وریتی داشت می انداخت. فکر نمی کنی وقتشه یکی رو انتخاب کنی؟ منظورش خواستگار بود. یکی از چندین مرد جوان مطلوب که در صف بودند تا رون را به مهمانی رقص ببرند. برای قرار شام عاشقانه دعوتش کنند و او را به سفری طولانی با کالسکه ببرند. این رون نبود که آنان را وسوسه می کرد. البته ممکن بود واقعا تعداد اندکی به خاطر چهره زیبایی که رون به جهان نشان داده بود علاقمند او باشند، هرچند بیشترشان دنبال ثروت نن بودند. تجارت سودآور کشتیرانی و دارایی بسیارش، تمامی اینها به رون از طرف جمهوری جدید برای قهرمانی و شجاعتش در زمان انقلاب اهدا شد.
او بیش از 1 سال بود که به افراد سودمند وصل بود. همه از خانواده‌هایی با ارتباط خوب بودند و رون به رازهایی دسترسی داشت که به آنها نیاز پیدا می‌کرد. رازهایی که می‌توانست بعضی مواقع در گوشه‌های تاریک در آلاچیق‌ها برملا شوند. ولی نمی‌توانست برای همیشه به انجام این کار ادامه دهد. صبر آنها حدی داشت و رون نمی‌توانست آنان را دشمن خود کند. وریتی یک لیست از بهترین خواستگارها را تهیه کرد و صبح روز بعد از صحبتشان بر روی بالشت رون گذاشت. او باید هرچه زودتر یکی را انتخاب می‌کرد. با خودش فکر کرد، ولی نه امشب. با عجله از پله‌ها بالا می‌رفت. امشب قرار است قاطی پسران و دختران انقلابی شود و هر مقدار رازی که بتواند از آنان می‌دزدد. وقتی رون به بالای طبقه در هم تنیده رسید، تالار مجلل روبرویش گسترده و نمایان شد. پر از افرادی با لباسهای ابریشمی با رنگهای ملایم و توریهای پر زرق و برق، با مرواریدهای کرمی آویزان بین موهایشان. همه آنان زیر 12 جفت لوستر چشمک زن آویزان در تالار بزرگ نورانی شده بودند. رون وینترز با شنیدن صدایی در جایش متوقف شد. میبینم یواشکی و دیر میای. با یکی از معشوقات قرار داشتی؟ تعدادی خنده تمسخرآمیز دنبال حرفش شنیده شد. صدا متعلق به وریتی دهویلد، دوست صمیمی رون بود. وریتی زیر چراغ‌ها ایستاده بود. دستانش را در دو طرف پهلوهایش گذاشته بود و یک لبخند بازیگوشانه بر لبانش جاری بود. مشتی از حلقه‌های قهوه‌ای رنگ موهایش صورت سفیدش را قاب کرده بودند. چشمانش در پشت عینک تیره تر دیده می شدند. او لباسی به رنگ گل آفتابگردان پوشیده بود، با آستین‌های توری سفید و پشتی باز. یکی از لباس‌های دست دومی که رون فصل گذشته پوشیده بود. لباس اصلی بدون آستین بود. اما از آنجایی که لباس‌های بدون آستین در حال حاضر از مد افتاده بودند، رون از خیاطش درخواست کرد تا قبل از اینکه آن را به وریتی هدیه بدهد، برای لباس آستین اضافه کند. اطراف وریتی گروهی از دوستان خوش سلیقه‌شان بودند، مردان و بانوان جوانی که سر میز رون غذا می‌خوردند و صدها بار در سالن رقصش رقصیده بودند. دوباره قرار است همان کار را در مهمانی بعد از مراسم امشب انجام دهند. کلمه دوستان شاید خیلی لفظ سخاوتمندانه‌ای باشد، از آنجایی که اگر می‌دانستند که رون چه کسی است، هیچ کدامشان حتی دوباره درباره تحویل دادنش فکر نمی‌کردند. یا شاید صدای دیگری باعث شد همه به عقب نگاهی بیاندازند. رون تمام شب اون بیرون جادوگرها رو فراری میداده. اونا گفتن که پروانه قرمز فقط در لابلای تاریکی‌ها کار میکنه. کلماتش باعث یخ زدن رون شد، هنگامی که مستقیما به چشمان نافذ لیلا کرید نگاه میکرد. لیلا چند سانتی از رون بلندتر بود که همیشه این گونه به نظر می رسید که از بالای بینیش به رون نگاه می کند و البته یکی از اعضای گاردخون بود. او همچنین زیبا بود، با گونه های برجسته و موهای سیاه پرکلاغی که در جلوی سرش به حالت تاج بافته شده بود. رون طراحی لباس طاووس آبی رنگش که مشخص بود هزینه زیادی برایش پرداخته است را شناخت. کار سباستیان خان بود، یک خیاط لباس زنانه معروف از سرزمین اصلی که لیست انتظارش تقریباً 1 سال طول می‌کشید. کسی که لباسهایش قبطه آدم‌های زیادی بود. به دست آوردن یکی از آن لباسها تقریباً غیر ممکن بود، مگر اینکه ثروت زیاد و ارتباط قابل توجهی داشته باشید. رون 2 دست از آن لباسها در کمدش داشت. واقعیتی که لیلا آن لباس کمیاب را پوشیده بود و نه یونیفرمش را، به این معنی بود که امشب از انجام وظیفه مرخص بود.
او احتمالاً جزء شکارچیانی نبود که سرافین را دستگیر کرده بودند. خون رون از خاطره خانه خالی سرافین سرد شد. از اینکه چگونه سربازان گاردخون درست قبل از رسیدن رون او را پیدا کرده بودند. اگر تحت تعقیب می بود، آن جاسوس به طور قطع لیلا بود. کسی بود که نمی توانست رون را فقط به خاطر دلایلی که می تواند حدس بزند و مدرکی برایشان ندارد بکشد. رون با زدن ماسکی که رون وینترز واقعی را پشت آن پنهان کرده، سرش را به عقب انداخت و خندید. ها! میتونی تصورش کنی؟ من شبم رو با ولگردی تو اطراف این جزیره لعنتی بگذرونم؟ اونم با این آب و هوای وحشتناک و گل و باران تمام نشدنیش؟ فکر کن این چه بلایی سر کفشام میاره؟ لبه دامنش را بالا کشید تا کفش‌های ابریشمی‌اش را به نمایش بگذارد. ساخت انحصاری توسط اولین مینیو، یک هنرمند خیاط زنانه از آن طرف جهان، کسی که طرح‌هایش بی‌نظیر بود و هیچ وقت نمونه دیگری نداشت. نصف سال برای رون زمان برد تا به اولین دسترسی پیدا کند و 1 سال دیگر تا کفش‌هایش آماده شوند. بسوز لیلا کرید. با نگاه‌های شگفت زده و حسرتبارشان رون لبه دامنش را انداخت. لبخند زنان وارد حلقه‌ای که در اطرافش در حال تشکیل شدن بود شد. کمی جلوتر آمد و جوری روبروی لیلا ایستاد تا از دایره بیرونش کند. صدایش را پایین آورد و با کمی لحن توطئه آمیز گفت: شنیدی؟ یک متعصب سیاسی آخرین دسته از جادوگراش را از راه‌های فاضلاب فراری داده. فاضلاب، فکرشو بکن. بینی‌هایشان را با حالت چندشی چین دادند. رون نیازی به واکنش ساختگی نداشت. دلش با یادآوری آن خاطره به هم پیچید. بوی فاسد گنداب تونل تاریک فاضلاب را پر کرده بود. زانوهایش در آب شلپ و شلوب می‌کردند، هنگامی که او و خواهران دوقلویی که نجات داده بود که به زور به 13 سالشان می‌رسید، از بین تعفن برای مسافت طولانی از زیر شهر عبور می‌کردند. خدمتکاری ملحفه‌ای که خواهران پنهان کرده بودند از زیر تخته زمین پیدا کرد و گزارش آنها را داده بود. لکه‌های خون قرمز نبودند، بلکه سیاه بودند. نشانه‌ای گویا از اینکه یک جادوگر در زمان اولین خونریزیش به جادو دست یافته بود. آن شب الکساندر شارپ، همان دوستی که رون را نصیحت کرد تا پیش گاردخون برود و مادر بزرگش را تحویل دهد، در آن طرف کانال فاضلاب منتظر مانده بود، با لباس‌های تازه و یک اسب که می‌توانست دختران را مستقیم به لنگرگاه، جایی که کشتی‌های باربری رون در حال مسافرگیری و آماده حرکت بودند، ببرد. الکس همیشه آن طرف کانال منتظر بود، بعضی مواقع با اسب و یا کالسکه، اوقات دیگر با قایق. او هم دست فرار در سرقت‌هایشان بود و هرگز رون را ناامید نمی‌کرد. کشتی باربری 2 روز قبل به لنگرگاه رسیده بود. دوقلوها پیام رمزگذاری شده که در آن نوشته شده بود خواهران در سرزمین اصلی امن هستند را ارسال کردند. هر کسی که ترجیح میده از بین گوه عبور بکنه تا با خیال راحت و در آرامش روی تخت تمیز بخوابه، خب حال به هم زنه. گرما در زیر شنلش افزایش میافت. رون بندهای دور گردنش را باز کرد. افرادی که دور آنان را گرفته بودند موافقت خودشان را زمزمه میکردند، به جز 1 نفر، لیلا. ولی این همون چیزی نیست که پروانه قرمز میگه. انگشتان رون هنگام باز شدن بندهای شنل منقبض شد. شنل از سرشانه‌های برهنه‌اش لیز خورد و درست قبل از اینکه بتواند آن را بگیرد، کسی پشت او قرار گرفت. جامه پشمی نرم و فاخر را گرفت و بر روی بازویش تا زد. بی خیال. صدای آرامش بخشی کنار گوشش گفت: اگر رون پروانه قرمز بود ممکن بود که مادر بزرگشو به پاکسازی تقدیم بکنه. هنگامی که صاحب صدا کنار رون ایستاد، رون به بالا نگاهی انداخت. الکس شارپ. در حضور قدیمی ترین دوستش، یک دوست واقعی مثل وریتی، تمام عضلات بدن رون آرامتر شدند.
الکس امشب مانند یک شیر بود. موهای طلایی‌اش که زیر نور لوسترها می درخشید. نگاهش گرم و ثابت بر صورت رون بود، ولی پیشانیش به آرامی چیندار شد که خبر میداد الکس میدانست که رون کجا بوده است و نگرانش بود. نوا کرید، برادر لیلا و مرد جوانی که در لیست کوتاه خواستگاران وریتی که باید مورد بررسی قرار می گرفت بود، میان حرفشان آمد. پروانه قرمز هفته هاست که ضربه‌ای نزده. او هم از رون حمایت می کرد. برای تأکید کردن این داستان اضافه کرد: من شنیدم امشب یک جادوگر دیگه ای رو آوردن، کاملا بدون هیچ مانعی. پروانه حتی سعی نکرد که نجاتش بده. توجه رون کاملا به نوا جلب شد. متعجبم که از کجا این رو شنیدی؟ نوا چشمان قهوه‌ای تیره‌ای مانند خواهرش داشت، گونه‌های برجسته و پوستی گندمگون. نه تنها در پالتو مشکی با سرشانه‌های افتاده و یقه برگردان ابریشمی زیبا بود، بلکه پسر فرمانده گود نیز بود. او موقعیت نوا را خیلی نزدیک به منبع دست اول محرمانه ترین اطلاعات قرار میداد. در واقع او را بهترین گزینه می کرد. ولی آیا او متوجه می شود که همسرش نصف شب از تخت بیرون می رود و یا بعد از سحر به خانه برمی گردد؟ متوجه می شود گاهی کبود است؟ رون با لبخند به سمت نوا چرخید. یک جادوگر؟ امشب آوردن؟ جون به لب اون نکن دیگه، بیشتر بگو. چشمان نوا از اینکه خودش را موضوع مورد توجه رون قرار داده گرد شد، ولی دستش را بالا آورد. گیدئون شارپ آوردتش. این تمام چیزیه که میدونم. گیدئون شارپ. لبان رون تقریباً با شنیدن اسم برادر بزرگتر الکس پیچ خورد. گیدئون خالصانه به جمهوری جدید وفادار بود. یک شکارچی جادوگر ظالم و تشنه خون. کسی که بیشتر از هر عضو دیگری از گارد خون تعداد زیادی از امثال رون را به پاکسازی فرستاده. او حتی آشکارا و به خوبی به ترور ملکه‌های خواهر کمک کرد و جرقه انقلاب را شعله‌ورتر کرد. رون از او متنفر بود. برادران شارپ بیشتر از این نمی‌توانستند با هم متفاوت باشند. وریتی که نگاه رون را دید، ابروی تیره‌اش را بالا انداخت. سؤالی بی صدا پرسید. در جواب رون لایه‌ای از موهایش را پشت گوشش انداخت، گوشواره‌های یاقوتی مادر بزرگش را به نمایش گذاشت. آنها را اوایل امشب به گوش انداخته بود و مانند مهره‌هایی از خون آویزان بودند. گوشواره‌ها پاسخ او بودند: شکست. تمام چیزی که شریک جرم‌هایش نیاز دارند درباره این شب بدانند را می‌گوید. سرافین در دست دشمن است. یا ادامهش را خود وریتی می‌فهمید، یا رون او را بعد از مهمانی مراسم امشب که خودش دیرتر برپا می‌کرد با خبر می‌ساخت. با دیدن یاقوت‌ها دهان وریتی بسته شد. از رون روی برگرداند و به سرعت گلویش را صاف کرد. خب همیشه فکر می‌کردم که میسوس بلوکواتر پروانه قرمزه. توجه اعضای گروه را در حالی که به آن طرف سالن پر سر و صدا و پر از نور نگاه می‌کرد جلب کرد. به سمت زنی مسن با موهای وز و گردنی لاغر و مرواریدهای فراوان. میسوس بلوکواتر به تنهایی روی تراس کافه اپرا نشسته بود. با خودش زمزمه می‌کرد: میتونید تصور کنید که اون کلفت پیر گارد خون رو دنبال نخود سیاه بفرسته؟ چه استتار فوق‌العاده‌ای! با آن حرف ناگهان همه خندیدند. در حالی که حدس‌های بیشتری زده میشد، رون از فرصتی که وریتی برایش فراهم کرده بود استفاده کرد و بی صدا به داخل جمعیت رفت با دستانی پر از هدف جدید: گرفتن رد گیدئون شارپ.
ممنونم که با این پادکست همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان و همراهان گرامی. خدمتتون هستیم با فصل 3 کتاب Heartless Hunter. برای شنیدن این پادکست با ما همراه باشید. فصل 3. گیدئون. یک شب دیگر، یک جادوگر دیگر. گیدئون شارپ مشتانش را بر کاشی‌های حمام فشار داد. اجازه داد که آب داغ کمرش را بسوزاند. با نگاهی تو خالی به خون جوهر مانند که از روی پوستش میریخت و به درون چاه آب میرفت خیره بود. نمیتوانست بگوید که خون واقعی بود یا ساخته تخیلاتش. کابوس‌هایش دیگر مختص ساعت خوابش نبودند. اخیراً اغلب مواقع در اواسط ساعت بیداریش به او حمله می کردند. اما این کابوس نبود. می دانست که این خون مال چه کسی است. به همان اندازه که خودش واقعی بود، آن خون نیز واقعی بود. نباید اونا رو باش تنها می زاشتی. برادران تاسکر علاقه و هوس زیادی برای نافرمانی از دستورات داشتند. و اگرچه خود گیدئون هیچ علاقه‌ای به جادوگران نداشت، ظلم غیر ضروری را هم تحمل نمی کرد. او می‌خواست برادران را آخرین بار که با چماق جادوگری را تا سرحد مرگ زده بودند مرخص کند. اما بالادستی‌هایش به او گفتند که کتک زدن یک جادوگر احمق فرقی با کتک زدن یک موش کثیف ندارد. در نتیجه سوء استفاده کردن‌هایشان ادامه یافت. امشب بار دیگر همان اتفاق افتاد. میخوای دربارش چیکار کنی؟ گیدئون چشمانش را بست و صورتش را به سمت بخار آب داغ چرخاند. این مسئله مربوط به فرداست. الان خسته تر از آن بود که فکر کند. خسته تر از آن که از سر جایش حرکت کند. نزدیک به 1 سال طول کشید تا رد جادوگر پرآوازه که امشب دستگیر کرده بود را بگیرد و با سرعت زیادی اسب سواری کرده بود تا به آنجا برسد. ترجیح میداد حداقل برای 1 هفته زین اسب را نبیند. اما موافقت کرده بود که امشب هارو، یکی از جاسوسهایش، را در اپرا ملاقات کند. این هارو بود که او را به سمت مکان دقیق سرافین هدایت کرد و او از پروانه قرمز، خار همیشگی در چشم گیدئون، هم خبرهایی داشت. گیدئون به شدت نیاز داشت که آن خبر را بشنود. این فکر انگیزه جدیدی به او داد. صابون را بین دستانش مالید، بدن خسته‌اش را با کف صابون سابید، همه جای بدنش را شست تا به نشانه داغ زده شده روی سینه چپش رسید. یک گل رز با خارهای خنجر مانند که به صورت نیمه به اطراف هلال ماه پیچیده شده بودند. علامت او. گیدئون با وجود گرمای دوش لرزید. جوانترین خواهر از بین ملکه‌های خواهر ممکن است مرده باشد، ولی او را برای همیشه علامت گذاری کرده است.
گیدئون دفعات زیادی به بریدن آن نشان فکر کرده بود، فقط برای آنکه از نشان لعنتی رها شود. ولی بریدن آن مارک از پوستش باعث دور انداختن خاطرات از ذهنش یا خلاص شدن از بازگشتشان و یا حتی کمتر شدن کابوس‌ها نمی‌شد. اهمیتی نداشت. هر بار که چاقویی در می آورد و لبه تیزش را بر روی پوستش قرار می داد، دستش آنقدر می لرزید که نمی توانست کار را درست انجام دهد. پس در حال حاضر آن علامت در همانجا باقی می ماند. فکر کردن به ملکه جوان باعث می شد که گیدئون به این فکر بیفتد که آیا ارواح شیطانی جادوگران می توانستند بعد از مرگشان زندگی کنند، برگردند و کسانی که در دوران حیاتشان شکنجه کرده اند را تسخیر کنند. او بلافاصله آرزو کرد که کاش این فکر را نمی کرد. گیدئون آب را بست. نگاهی به اتاق پر از بخار که هوای سرد به داخلش هجوم می آورد انداخت. موهای دست و پایش سیخ شدند. اون دیگه مرده احمق جون. چیزی به اسم ارواح وجود نداره. کرسیدا ممکن است مرده باشد، ولی جادوگرانی به همان اندازه خطرناک آن بیرون وجود داشتند. 3 شب پیش یک جسد ناقص دیگر پیدا شده بود که او را زیر پل انداخته بودند. سینه‌اش را کامل شکافته و خون به بیرون زده بود. گیدئون وقتی فهمید بدن متعلق به یک افسر گاردخونه است تعجبی نکرد. همیشه همین طور بود. این 3مین نفر در این ماه بود. گیدئون نمی توانست ثابت کند که پروانه قرمز مرتکب این کارهای فجیع شده بود، اما او شامه قویی داشت. قتل‌ها معمولاً درست قبل از ضربه زدن پروانه و فراری دادن زندانی‌ها از زندان مستحکم و گاردهای روزافزون زندان اتفاق می‌افتاد. برای انجام آن کار پروانه به طلسم نیاز داشت و طلسم‌ها نیازمند خون بودند. خون تازه. کدوم یکی از ما نفر بعدیه؟ دستش را روی صورتش کشید. گیدئون آب را از موهایش تکان داد، حوله‌ای برداشت و خودش را خشک کرد. افکارش را به جای دیگری هدایت کرد. هر جای دیگری. اپرا. آره خوبه. او امشب را در ذهنش آماده سازی و مرور میکرد و این باعث میشد سرمای وحشتناک حمامش از بین برود. ابتدا گیدئون مایل بود که لباس رسمیش را بر تن خسته‌اش کند و خودش را به خانه اپرا برساند. در آنجا در حالی که یک داستان بیهوده بر روی پرده آن طرف صحنه به نمایش گذاشته میشد، هارو چیزهایی را که درباره پروانه فهمیده بود برای او تعریف میکرد. سپس گیدئون به خانه برمیگشت. در حالی که خودش را روی تخت میانداخت، نقشه‌ای میکشید و بدون کابوس به خواب فرو میرفت. یا اینگونه امیدوار بود. و بعد از اینکه بیدار میشد، شکار روح شیطانیش را با دستی پر از اطلاعات جدید ادامه میداد و این بار می توانست او را بگیرد. اما گیدئون باید شب را در اپرا می‌گذراند، کاری که حتی کمتر از سواری در پشت اسب و تاختن در گل و لای و باران در پی شکار جادوگر قابل تحمل بود. تنها خبر خوب این بود که قرار است قسمت اول نمایش را از دست بدهد. فصل 4. رون. گاردخون در تالار همانند گل‌های خشخاش قرمز در چمنزار خودنمایی می‌کردند. نادیده گرفتن رنگ یونیفرم آنها حتی در جمعیتی با لباس‌های رنگارنگ غیر ممکن بود. اما هیچ کدام از آنها گیدئون نبود. شاید امشب اینجا نمیاد. اگر برادر بزرگتر الکس واقعاً سرافین را دستگیر کرده باشد، احتمالاً همچنان دارد بازرسیش می‌کند. یا شاید بقیه شب را استراحت می‌کند. رون نمی‌توانست به این فکر نکند که آیا این گیدئون بود که لباس‌های سرافین را در تنش پاره کرده، او را مجبور کرده تا زیر باران به طور برهنه بایستد، در حالی که او و سربازانش با چشمان هرزشان بر روی بدن او به دنبال جای زخم می‌گشتند.
با این فکر دندانهایش را به هم فشرد. گیدئون شارپ از او بیزار بود. همان گونه که خشم رون مانند زغال داغ می جوشید، به طرز ماهرانه‌ای بین جمعیت حرکت می کرد و چهره‌ای شاد همراه با لبخندش را به نمایش می گذاشت. درباره مد و مدل موهای جدید، شام دلپذیر و مرفه جمهوری جدید که رون هفته پیش در آن شرکت کرده بود نظر می‌داد. هرگز جایی بیش از اندازه توقف نمی‌کرد، در حالی که به صورت مداوم به دنبال آدم دیگری با یونیفرم سرخ رنگ می‌گشت. از نشانه‌های همیشگیش گذشت. افراد وابسته به گارد خون، دختران و پسران اعضای دیوان محاکمه، کسانی که نه تنها با افراد بسیار مهم در ارتباط بودند، بلکه از به رخ کشیدن این ارتباطات خود لذت می بردند و در حین انجام این کار اطلاعاتی را غیر عمد در معرض یکدیگر می گذاشتند به دست می آورد. گفتگوهایشان مانند زنبورهایی که با دانه‌های گرده گل مست بودند در فضا وزوز می شد. لوسترهای بالای سر سقف را روشن کرده بودند. سقفی به رنگ آبی آسمان و پر از ستاره‌های نقاشی شده. ترسیمی که اجازه داده شده بود تا پس از انقلاب دست نخورده باقی بماند. در دو طرف تالار 2 سالن وجود داشت. در امتداد دیوار، پشت ستون‌ها که در داخل تالار صف کشیده بودند، تعدادی طاق‌های کوچک وجود داشت که بیشتر برای دیدارهای ممنوعه بودند. رون مستقیم به سمت سالن حرکت کرد، جایی که اعضای گارد خون اغلب دور هم جمع می شدند. هنگامی که دستی مچ او را گرفت و از بین جمعیت به زیر یکی از سایه‌های تاق کشاند، چرخید تا با شخص حمله کننده رو در رو شود. چشمان قهوه‌ای روشنی را دید که از زیر ابروهای مایل به قهوه‌ای به او خیره شده بودند. تنش رون سرد شد. این فقط الکس بود. رون! انگشتان الکس بر روی پوست حساس مچ او حرکت می‌کرد، در حالی که او را عمیق‌تر در تاریکی می‌کشید. انگاری خودتو آماده کردی که درست بری وسط جهنم. رون به یک بار دلش می‌خواست که همینجا کنار الکس، جایی که امن بود، برای مدتی استراحت کند قبل از اینکه خودش را دوباره به خطر بیاندازد. الکس گفت: امشب چی شد؟ رون تمایلش را پس زد و مأموریتش را به یاد آورد. شنیدی نوا چی گفت؟ بازم برادرت. رون که از فکر کردن به آن هم عصبانی میشد گفت: گیدئون قبل از من به سرافین رسید. الکس اخ میکرد. پس تو؟ گروهی از صداها که یکی از آنان متعلق به لیلا کرید بود از نزدیکی در تالار پیچید. طبق غریزه رون الکس را بیشتر به داخل سایه ها کشید تا جایی که تقریباً سینه به سینه یکدیگر بودند. رون نگران نبود که کسی آنها را با هم در اینجا ببیند. آنها به سادگی تصور می‌کردند که آن چیزی بود که وریتی در اوایل مهمانی رون را به انجامش متهم کرده بود. یک قرار ملاقات و عشق بازی. چیزی که او درباره‌اش نگران بود شنیده شدن حرف‌هایشان بود. هر دوی آنها ساکت شدند، منتظر ماندند تا صداها تمام شوند. نوک بینی رون کمتر از 1 سانتیمتر تا چانه الکس فاصله داشت و رایحه او، بوی چرم و بلوط فضا را پر کرده بود. فضای کوچک اطرافشان به نظر کوچکتر شد. برای مدتی رون شبی را که نن را تحویل داد به یاد آورد. الکس تا وینترسی تاخت، سپس او را تمام شب در حالی که گریه می کرد به آغوش کشید. الکس به آرامی دم گوشش زمزمه کرد: نگرانم میکنی؟ صدایش محتاطانه و مراقب بود، لطیف و آرام. انگار که رون از شیشه ساخته شده بود و الکس نیاز داشت که با احتیاط با او برخورد کند. الکس گفت: روزاتو با مراقبت کردن از بقیه میگذرونی، ولی کی مراقب توه؟ رون پاسخ داد: تو مراقب منی. بین یقه برگردانده شده یونیفرمش زمزمه کرد. رون ادامه داد: پریتی و لیدی هم هستن. الکس: لیدی فقط یک اسبه. پریتی هم مثل تو خودشو میندازه وسط خطر.
هنگامی که زنگ پایان میان اجرا را در سراسر تالار به صدا درآوردند، به نظر رسید که الکس میخواد چیز دیگری بگوید. رون از قاب آشنا و محکم بدن الکس بیرون آمد و نگاهی به بیرون تاق انداخت. ستونی جلوی دید او را گرفته بود، ولی می توانست موهای مشکی لیلا را ببیند. بافته شده در همان حالت، مانند تاجی زیبا، به سمت درب سالن‌ها می رفت. وزوز صحبت‌ها رو به کاهش بودند. در کسری از دقیقه تالار خالی و ساکت شد. رون همچنان باید گیدئون را پیدا می کرد. نمی خواست که امشب هدر برود. باید مکان سرافین را پیدا می کرد. رون گفت: برادرت کجاست؟ زمزمه کرد. سالن در حال خالی شدن را همانند شاهینی به دنبال چاق ترین موش صحرایی بررسی می کرد. نمیدونم، کل هفته رو باهاش صحبت نکردم. چطور؟ او جوابی نداد. نیازی هم نبود که جواب دهد. الکس افکار رون را می دانست. رون، این کارو نکن. برادرم خود خطره. الکس به آرامی سر شانه‌های برهنه رون را گرفت. او را برگرداند تا با او روبرو شود. مخصوصاً برای تو. رون، برادرت برای هر جادوگری توی جمهوری جدید خطرناکه. رون خودش را از دست الکس رها کرد و ادامه داد: مخصوصاً سرافین. اگه نفهمم که کجا نگهش داشته. الکس متوجه نمی‌شد. رون نمی‌دانست که سرافین کجا بود و یا چه زمانی قصد دارند که منتقلش کنند. تا آنجایی که رون می‌دانست احتمالاً همین الان در مسیر انتقال به زندان قصر بود و اگر این چنین بود، هیچ وقت نمیتونم از اونجا بیرون بیارمش، اونم مثل نن میکشم. زمانی که گارد خون جادوگری را به زندان بیاورد، رون دیگر نمیتوانست او را نجات دهد. زندان تسخیر ناپذیر بود و اگه نجاتش ندم توی انجام دادن آخرین کاری که نن ازم خواسته شکست میخورم. غیر قابل قبول بود. رون گفت: چه انتخاب دیگه ای دارم؟ به سمت الکس برگشت. تو که انجامش نمیدی. به همان اندازه‌ای که الکس به پروانه قرمز وفادار بود، دور برادرش هم خط کشیده بود. تحت هیچ شرایطی، اصلاً و ابداً، گیدئون را آنگونه که خودش، رون و وریتی بقیه اعضای گروهشان را بازیچه قرار میداد، بازیچه خودش نمی‌کرد. رون یک بار از او درخواست کرده بود و دید که چشمان طلایی روشن او کم نور شدند. جواب تند و قاطع او برخلاف شخصیت همیشگیش مطلقاً نبود. رون به خودش اجازه نداد که دوباره از او درخواست کند. رون می‌دانست که الکس به کشتن جوانترین خواهر ملکه کرسیدا روزبلاد کمک کرده است. الکس هیچ وقت درباره آن صحبت نکرد، جز اینکه این کار را برای گیدئون انجام داده بود. با این حرف او صحبت را به موضوع دیگری تغییر داد. رون نمیدانست منظور الکس چه بود. گیدئون از او خواسته بود که کرسیدا را بکشد یا الکس به گونه‌ای آن را برای نجات برادرش انجام داده بود. اگر نظریه آخر درست باشد که از نظر رون بعید بود، زیرا گیدئون کسی بود که اهل خشونت بود و الکس مهربان و خونگرم بود و از کشتن جادوگران خودداری میکرد. ناگفته نماند که او کاملا به رون وفادار بود. مشکل اینجا بود که به همان اندازه به گیدئون نیز وفادار بود. بعضی مواقع رون به اشک میافتاد که شاید به گیدئون وفادارتر است، ولی به دلایلی عجیب باعث نشد که کمتر به او اعتماد کند. او از صمیم قلبش میدانست که الکس هرگز به او خیانت نمی‌کند. او به برادرش هم خیانت نمی‌کرد. به دفعات گوناگون آنان را مقابل هم قرار داده بود. ممکن است که یک بار رون دلیل وفاداری الکس نسبت به برادرش را درک کرده باشد. سالها قبل از انقلاب رون می‌خواست که تایید گیدئون را به دست آورد. آن زمان الکس نزدیکترین دوست او بود. هرچند رون هنوز گیدئون را ندیده بود، داستان‌هایی درباره‌اش شنیده بود. حالا می‌دانست که الکس داستان‌هایی از دید یک طرفه برای او تعریف کرده بود. کسی که برادر بزرگش را می‌پرستید. رون جوان و ساده‌لوح داستان‌ها را باور کرده بود. با داستان‌های زیادی که الکس برای او تعریف کرده بود،
بیشتر احساس می‌کرد که درباره گیدئون می‌داند و خیلی زود احساساتی پیدا کرد که برخی ممکن بود آن را علاقه بنامند. در نتیجه مهم بود تا تأثیر خوبی در اولین دیدارشان بگذارد. با نگاهی به گذشته همه ماجرا بچگانه و مسخره به نظر می رسید. وقتی همدیگر را ملاقات کردند، رون 13 و گیدئون 15 سال داشت. نه تنها از دست دادن امتناع کرد، بلکه به یک باره به لباسی که رون بر تن داشت توهین کرد. لباسی که تنها هدفش تحت تأثیر قرار دادن گیدئون بود. هنگامی که الکس از گیدئون خواست تا عذرخواهی کند، او درخواستش را رد کرد. داستان‌های الکس اشتباه بودند. کاملا اشتباه. او آن روز فهمید که در این مورد نمی شود به الکس اطمینان کرد. قضاوت کردن درست درباره برادرش. گیدئون جانوری در بدن پسر بچه‌ای بود. برای رون دیگر اهمیتی نداشت که دوباره اعتماد و قبولیتش را به دست آورد. یه طلسم توهم انجام میدم. انگشتان رون بر روی در بسته شده شیشه خون پنهان در لباسش ضربه می زدند. خونی که از خونریزی ماه گذشته جمع آوری کرده بود. گیدئون نمیفهمه که کار منه. البته رون این بار فقط یک شیشه کاملا پر داشت. همین که تمام شود تا دوره قاعدگی ماه بعدیش چیزی نخواهد داشت و تا زمانی که سرافین را نجات دهد تا حد امکان به خون نیاز داشت. الکس سرش را تکان داد. بوی جادو تو میفهمه. گیدئون از اون خواستگارای دیوونه و چشم و گوش بسته نیست. رون اون پس به مهمونیم دعوتش میکنم. جایی که رون میتوانست جامش را با شراب افزون شده پر نگه دارد و با پرسش‌های معصومانه او را به جواب‌هایی که نیاز داشت هدایت کند. الکس گفت از مهمونی متنفره. رون دست الکس را از خودش جدا کرد و با پرخاشگری گفت پس یه فکر دیگه میکنم. و الکس پشت کرد. میخواست دور شود که صدای خسته و خفه الکس گفت از تماشا کردنت که خودتو توی دل خطر میندازی خستم. رون مکسی کرد و آه کشید. در حالی که به تالار خالی خیره بود گفت پس تماشا نکن. رون منتظر جواب الکس نماند. از تاق بیرون آمد و با لباسی همانند گاردخون مستقیما به سمت درب سالن رفت. امیدوارم که از شنیدن این قسمت از کتاب لذت برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود. دوستان سلام. برای شنیدن فصل 5 کتاب هارتلس هانتر همراه ما باشید. فصل 5. رون. پیشانیش با شدت به سینه‌ای محکم همانند بتون برخورد کرد. اگر آرنجش را نمی گرفت و هر دویشان را ثابت نگه نمی داشت، فشار گام سرباز می توانست او را پرت کند و به زمین بیاندازد. عذر می خوام. رون به بالا مستقیم به داخل چشمانی به تاریکی و سردی اعماق بی انتهای دریا نگاه کرد.
گیدئون شارپ. نگاه نافذش انگار رون را از هم باز کرده و لایه‌هایی که وانمود می‌کرد دختر دیگری است را پوست می‌کند. مانند چاقویی که پوست سیب را می‌کند تا به گوشت نرم و آسیب پذیر زیرش برسد. قلب رون فرو ریخت. آرنجش را از چنگ گیدئون بیرون کشید و با حالت مبهوتی عقب ایستاد. قلبش به سرعت می‌تپید. کاپیتان گارد خون در مقابلش، کسی که بیشتر از هر سرباز دیگری مسئول فرستادن تعداد زیادی از جادوگران به اعدام بود، صاف ایستاد. چهرهش از حالت شگفتی و تعجب به چیزی تیره و سیاه و غیر قابل خواندن تغییر کرد. رون خودش را لعنت کرد. پروانه قرمز شاید دلیلی برای ترسش از این هیولا داشته باشد، ولی رون وینترز وارثی احمق و سطح پایینی که او تظاهر می کند است. هرگز به ترس از او فکر هم نمی کند. قبل از اینکه بتواند شجاعت خود را پیدا کند، گیدئون نگاه تیزش را به سر تا پای رون دواند. نیروی توجهش مانند تفنگی بود که به سمت قلبش نشانه رفته باشد. باعث شد که نبضش تند شود و نفسش در سینه حبس شود. رون یک آهو بود و او یک شکارچی. با توجه به اندازه‌اش، به تمام جزئیات و نقص‌ها، تلاش بر تصمیم گیری بود که لیاقتش را دارد که شکار شود یا نه. یک ثانیه بعد اخم‌هایش را در هم کشید و به رون نگاه کرد. به وضوح مشخص شد که لایق نبود. شهروند وینترز، معذرت میخوام. من نگاه تیز گیدئون به آن طرف سر شانه رون و حرکت ناگهانی برادر کوچکترش در حال بیرون آمدن از زیر تاق کشیده شد. با ظاهر شدن الکس چهره سرد و خشک او آرام شد. گیدئون به گونه‌ای از کنارش به آن طرف رفت که انگار رون نه تنها ناامید کننده بود، بلکه راحت میشد نادیده اش گرفت و وجودش را فراموش کرد. الکس، مشکل چیه؟ به نظر آشفته ای؟ الکس پاسخ داد. چی؟ الکس سرش را تکان داد. الکس در ادامه گفت چیزی نیست، باید به خاطر نور مزخرف باشه. او به چراغ‌های گازی که بر دیوارها می‌درخشیدند اشاره کرد. گیدئون سرش را کج کرد. قانع نشده بود. الکس سریعاً موضوع را عوض کرد. کی برگشتی؟ گیدئون پاسخ داد امروز عصر. دو برادر آینه متقابل هم بودند. هر دوی آنها قد بلند بودند و چهره زیبایی داشتند. فک زیبا، ابروهای پرپشت، در حالی که الکس بور و گرم مانند یک روز تابستانی بود. گیدئون بسته و تاریک مانند اتاق قفل شده و بدون پنجره. همچنین هر دو برادر پسران شارپ بودند. دو عاشق که به عنوان خیاط متواضع کار خودشان را در زمان حکومت جادوگران شروع کردند. هنگامی که کارشان چشم ملکه‌های خواهر را گرفت، پدر و مادر الکس و گیدئون به عنوان خیاط دربار توسط خانواده روزبلاد استخدام شدند و وارد عرصه کوتاه مدتی از اعضای خیاطان مشهور سلطنتی شدند. هر دوی آنها در یک سال درست قبل از انقلاب فوت کردند. حتی امروزه هر کسی که در محافل مد و فشن اسم آنها را بر زبان می آورد به احترام آنها سکوت می کنند. الکس گفت و صدایش کمی گرفته و خفه بود. شکارت موفق آمیز بود؟ گیدئون آهی کشید و دستی را با خشونت بین موهای مرطوبش کشید. گیدئون به برادرش گفت به جز یک حادثه کوچک و ناگوار، آره، جادوگر رو تو بازداشتگاه داریم. گیدئون داشت درباره سرافین صحبت میکرد. رون احساس کرد با یادآوری لباسهای پاره شده در گلولای نقابش بیشتر کنار زده شد. آیا او و بقیه هنگامی که جامعه یک زن را از پشت پاره کرده و او را برهنه می‌کردند به او می‌خندیدند؟ او به ایکس قرمز که بر روی درب خانه سرافین آغشته شده بود فکر کرد. می‌دانست خون چه کسی بود که او بر روی درب علامت گذاری کرده بود. همچون آهویی از ترس فلج کننده این شکار می‌لرزید.
رون سعی کرد تا صدایش را پیدا کند. قبل از اینکه صحبت کند نفرتش را برطرف کرد. رون گفت: چه حادثه ناگواری! گیدئون نگاه مختصری به او انداخت. انگار تعجب کرده بود که او هنوز آنجا ایستاده بود. مکسی کرد، او را دوباره در نظر گرفت. این بار رون هم او را بررسی کرد. اجازه میداد نگاهش به سر تا پای گیدئون بیفتد، به یونیفرم متناسب و کاملا اندازه‌اش که بدن و هیکل ورزیده و استوار او را در بر داشت. بدون هیچ گرما و لطافتی، فقط عضلاتی سرکش بودند. قدرت و نیرویش مانند یک قلعه غیرقابل نفوذ بود. دهانی قوی و بیرحم داشت. موهای مشکیش همچنان به خاطر باران یا احتمالاً به خاطر حمام خیس بود. اگرچه که خودش همانند رون هنگام شکار کردن سرافین دویده بود، در مقابل رون تمیز و آراسته ایستاده بود. از تپانچه بر کمرش گرفته تا سگک پوتینش باعث میشد رون در فکر فرو رود که خون را با همان دقتی که پدر و مادرش جامه‌ها و لباس‌ها را با جزئیات برای ملکه‌ها می‌دوختند سابیده است یا نه. تنها چیزی که درباره او بدون نظم بود بند انگشتان پشت دست راستش بود. قرمز و زخمی بودند. انگار که به چیزی مشت کوبیده باشد، یا شاید به کسی. خون رون به جوش آمده بود. از ترس اینکه او بتواند خشم را در چشمانش ببیند، از بین مژه‌هایش به بالا نگاه کرد. از تأثیری که آن حرکت بر سایر مردان جوان می‌گذاشت خبر داشت. رون گفت: از صمیم قلب امیدوارم که کوچکترین صدمه‌ای ندیده باشی تو این حادثه. ناگهان زنگ‌های پایانی پرده نمایش به صدا درآمدند. به نظر می‌آمد که می‌خواست جوابش را بدهد، اما حرفش را قطع کردند. هر سه نفر آنان با نگاه به اطراف متوجه شدند که تالار بزرگ در اطرافشان دگرگون شد. بدون حضور جمعیت، خالی بودن تالار آن را بزرگتر جلوه می‌داد. لوسترهای بالای سرشان ناگهان به نظر زیادی بزرگ و روشن می‌آمدند. نقاشی سقف بیشتر از آنکه خود ناچیزش لیاقت داشته باشد، درخشان و شکوهمند بود. مأموران شروع به خاموش کردن چراغ‌های گازی کردند و با نگاه‌های آزرده‌ای به سمت آنها خیره شدند. آن طرف درب سالن‌ها ارکستر شروع به نواختن کرد. با فهمیدن علائم و نشانه‌ها گیدئون شروع به عقب کشیدن از برادرش کرد. گیدئون گفت: برای فردا شب رینگ رو رزرو کردم. میخوای چند دور مبارزه کنیم؟ الکس سرش را تکان داد و گفت: حتما، خوب به نظر میاد. قبل از اینکه برگردد گیدئون نگاهی از الکس به رون و بعد به تاقی که هر دوی آنها از آن بیرون آمدند انداخت. لبهایش اندکی از هم باز شدند و چیزی در چشمانش روشن شد. هرچه که بود آن را در خودش نگه داشت و با قدم‌هایی بلند دور شد. الکس نفسش را بیرون داد. رون زیر لب فحشی نثارش کرد. او به گیدئون اجازه داد او را بترساند و شجاعتش را دیر پیدا کند و شانس پیدا کردن اطلاعات مورد نیازش را از دست داد. دستانش به صورت مشت در آمدند. نیاز داشت که به سرعت این را جبران کند. فقط تا انتقال سرافین به زندان قصر وقت داشت. دامنش را مرتب کرد، خشم درون چهرهش را با لبخندی شیرین جایگزین کرد. آماده میشد که در نقش خود فرو رود، نقشی که در ایفای آن طی این 2 سال خبره شده بود. با دیدن این، الکس دستش را به سمت او دراز کرد. الکس گفت: رون، این کار رو نکن. رون از چنگ او بیرون آمد. الکس گفت: رون. هنگامی که پشت برادر او راهی شد، الکس به دنبال او نرفت. کفش‌های ابریشمی‌اش به سختی روی موزاییک زمین تالار صدا ایجاد می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که گیدئون به اینکه در تعقیب است پی ببرد. در حال حاضر نقش آنها با هم عوض شده بود. رون در رنده و او طعمه‌اش بود. داشت به او نزدیک می‌شد. در انتهای سالن، جایی که طاق ایوان سرپوشیده شهر مه‌آلود بیرون را قاب کرده بود، گیدئون چرخید و از پله‌ها بالا رفت. همانی که به اتاق‌های ویژه اعضای گارد خون منتهی می‌شد. لحظه‌ای بعد
رون به دنبالش رفت. دامنش را بالا گرفت و از پله ها بالا دوید. پرده مخملی در بالای طبقه را کنار زد و به داخل بالکنی تاریک و مملو از شکارچیان جادوگر به دریای قرمز قدم گذاشت. رون تردید داشت. او پروانه قرمز بود، مجرم تحت تعقیب. بماند که او یک جادوگر بود که از عام پنهان شده بود. ولی این اولین باری نبود که جایی پر از آدم‌هایی که می‌خواستند امثال او را شکار کنند قدم می‌گذاشت. او این کار را 1000 بار بدون اینکه ککش هم بگزد انجام داده است. پس چرا یک دانه کوچکی از ترس در دلش در حال جوانه زدن بود؟ چون حق با الکس بود. در اتاق جنگ پر از اسلحه گیدئون مرگبارترین بود و رون مستقیم با گلویی نمایان آماده دریده شدن به لبه تیز آن قدم می‌گذاشت. رون با خودش گفت اون بهت مشکوک نمیشه. سعی می‌کرد که همه درون خونش را آرام کند. همه این جونورای کثیف احمق وقتی بهت نگاه کنن همون چیزی که خودت می‌خوای بهشون نشون بدی رو می‌بینند. یه شخص درجه 1 جامعه ابلهان. گیدئون شارپ هم فرقی با بقیه ندارد. با این یادآوری رون به سمت صندلی خالی جلوی اتاق رفت. کنار آن گیدئون لم داده بود. آرنجش را بر روی پشتی صندلی قرار داده بود. کاملا راحت به نظر می رسید. انگار که اجرای حکم سرافین او را به سطوح نیامده بود. رون جرأتش را همان گونه که لباسش را جمع کرده بود جمع کرد و کنار او بر روی صندلی نشست. رون گفت اشکالی نداره بهتون ملحق بشم؟ فصل 6. رون. گیدئون بلافاصله بازویش را از پشت صندلی عقب کشید. با حضور او یکه خورد. هنگامی که زمزمه ارکستر به اوج رسید، چراغ‌های اطراف سالن کم نور شدند. پرده دوم نزدیک به شروع شدن بود. گیدئون گفت راستش اون صندلی؟ رون حرفش را قطع کرد و گفت هیچ وقت از این بالا اپرا رو ندیده بودم. همچنان که نگاهش را به صندلی‌های پایین که کاملاً پر شده بودند، جز تعدادی که تقلا می‌کردند از بین بقیه عبور کنند تا به جایگاه خودشون برسند، دوخته شده بود. هجوم مهیج خطر از بدنش را حس کرد. گفت عجب منظره‌ای. در تاریکی اندک اتاق می‌توانست سنگینی نگاه نفوذ ناپذیر او را حس کند. گیدئون گفت موافقم. الکس باهاته؟ رون در جوابش پاسخ داد نه اون. رون به بالا نگاهی انداخت و نگاهشان در هم قفل شد. صدای زمزمه باعث شد که موهای بازوانش سیخ شوند. همانند ماندن در طوفان درست قبل از برخورد صاعقه. گیدئون گفت دوشیز وینترز، همه چی رو به راهه؟ همین سوال او را زمین گیر کرد. تو یک بازیگری، به خودش یادآوری کرد، و این یک نمایشنامه است. اما کدام شخصیت بود؟ قهرمان، شرور یا احمق؟ قطعاً احمق. رون گفت همه چیز فوق‌العاده است. خودش را جمع و جور کرد. فقط عاشق اپرام، تو نیستی؟ صحنه به طور خیره کننده‌ای روشن شد و دامن‌های ساتینی و پولک‌های رنگارنگ بازیگرانی که در موقعیت‌های خودشان قرار گرفته بودند را نورانی می‌کرد. نور گیدئون را درخشان می‌کرد، کسی که رون را در تاریکی تماشا می‌کرد. رون ادامه داد همه چیز خیلی قشنگه. تصویری را از خودش نشان می‌دهد که می‌خواهد گیدئون او را همانگونه ببیند.
لباسها، صندلیها، آوازها، همشون خیلی قشنگه. او درخشان ترین لبخندی که می توانست بزند را به گیدئون نشان داد. هرچند که داستان میتونست خیلی کوتاه‌تر باشه، خیلی کوتاه‌تر. موافق نیستی؟ به نظرم خب خسته کنندن، میدونی؟ و خیلی سخته که بشه دنبالشون کرد. زمانی که تموم میشن همیشه یک کمی سردرگمم. او خندید تا نقشی که اجرا میکرد را محکم کند، ولی در اعماق وجودش روحش پژمرده شد. قبل از مرگ نن آنها هر یک شنبه به اپرا میرفتند. یک شنبه بهترین روز رون بین 7 روز هفته بود. نن مو و آرایش رون را انجام میداد و به او اجازه میداد جواهراتی که دوست دارد را قرض بگیرد. رون عاشق این بود که از پله ها تا تالار با دامن پف‌پفی و چیندار جدیدش با سرعت بالا برود. عاشق این بود که در گفتگوهای پیچیده مادر بزرگ با دوستانش شرکت کند. عاشق این بود که داخل سالن به دنیای دیگری منتقل می شد. ولی بیشتر از همه عاشق اتفاق بعد از اینها بود. هنگامی که در مسیر خانه او و نن درباره داستانهایی که روی صحنه اجرا می شد وارد بحث‌های داغ و پرجوش می شدند. این اتفاقات قبل از این بود که صلح سرخ اپراهای قدیمی را ممنوع کند. اجراهای مسخره‌ای که الان و اینجا اجرا می شدند با نظارت و تصویب وزارتخانه امنیت جمهوری بود. در هر حال داستانهای خوبی نبودند. آنها درسهای کوچک و پنهانی درباره چگونه رفتار کردن در رژیم جدید بودند. یادآوری هایی از اینکه دشمن چه کسانی هستند و چرا باید از آنان متنفر باشی. شرورهای داستان همیشه جادوگران و یا موافقان جادوگران بودند. کسانی که به آنها حمله و یا شکارشان کردند قهرمان بودند. همه آنها به ترس تهوع آوری قابل پیش بینی بودند. اگر نن اینجا بود از آنها متنفر می شد. رون نگاهش را از گیدئون دزدید. حتما فکر می کند که هنر والاییه. رون گفت قسمت بین دو نمایش مورد علاقه منه و البته مهمونی بعد مراسم. به سمت او خم شد، انگار که می خواهد رازی را برملا کند. رایحه باروت از کت گیدئون می پیچید. رون گفت برای همینه که اینجام، تا برای مهمونی دعوتت کنم. آزردگی و مزاحمت رون دهن عبوسانه گیدئون را به خطی صاف و خشن تبدیل کرد. گیدئون گفت کاش تحمل شایعه پراکنی های مسخره و همراهی با آدمای کم سطح رو داشتم. حیف که ندارم. با این بی احترامی شکوفه‌ای از حرارت تا گردن رون دمید. او را به یاد نظرهای تحقیرآمیزش در اولین ملاقاتشان انداخت. رون ناگهان به خاطر تاریکی قدردان بود. دستانش را بر روی ابریشم نرم و صاف لباسش مشت کرد و با دلسوزی سرش را تکان داد. کاملا میفهمم. یکی مثل تو همراهی با آدمهای بیشعور و احمق با سلیقه‌های مزخرف رو ترجیح میده. گیدئون به او نگاهی انداخت. رون خودش را نیشگون گرفت. دارم چه غلطی میکنم؟ او باید وانمود میکرد که تحقیرهای کلامی برایش اهمیتی ندارد، نه اینکه با یکی خشن‌تر و بدتر به گیدئون ضربه بزند. بذار بهت بی احترامی کنه. یادت نره چرا اینجایی. رون با خودش زمزمه کرد. با غرور در کشمکش قرار گرفت و او را در قفس حبس کرد. با لبخندی معصومانه به او نگاه کرد. به نظر می رسید که تصمیم گرفته تا حرفش را نشنیده بگیرد. گیدئون توجهش را به اپرا برگرداند. قرار سخت‌تر از چیزی که فکر می‌کردم پیش بره. مشخصاً گیدئون نه تنها او را لایق بی احترامی هایش می‌دانست، بلکه احمق‌تر از آن بود که حتی بفهمد به او بی احترامی شده است. به طور معمول او از این فرصت به نفع خودش استفاده می‌کرد، ولی هنگامی که گیدئون برگشت دست به سینه سخت به صحنه خیره شده بود. رون فهمید که گیدئون خودش را نسبت به او نگه داشته و خودش را از او دور می کرد.
مانند زمانی که انگار برای بار اول همدیگر را ملاقات می‌کنند راحت نبود. الکس به او اخطار داده بود که او از مهمانی‌ها متنفر است، ولی این بهترین حرکت در نمایشنامه رون بود. مؤثرترین راه برای پایین آوردن قدرت دفاعی یک مرد این است که با او تنها باشد، لاس بزند و با شرابی افزون شده او را سوال پیچ کند تا طلسم زبانش را به اندازه کافی برای برملا کردن رازهایی که نیاز داشت شل کند. رون به روی زانویش با سر انگشتانش ضربه ای زد. تلاش می کرد که فکر کند. او دیده بود که چگونه چهره گیدئون با حضور برادرش روشن و شاد شد. رون هنگامی که الکس از زیر طاق بیرون آمد آنجا ایستاده بود. شاید برادران شارپ سر موضوعات مهم با هم اختلاف نظر داشته باشند و برعکس یکدیگر باشند، اما چیزی بی‌نام و عمیق آن دو برادر را به هم پیوند داده بود. این اولین باری نبود که رون همچین چیزی را دیده بود. رون گفت: الکس خیلی خوشحال می شد اگه می اومدی. گیدئون در کنارش دچار تنش شد. گیدئون گفت: قطعاً برادرم رو به خوبی نمیشناسی که فکر میکنی با حضور من در خونت خوشحال میشه. رون اخم میکرد. سعی میکرد که کلمات را بر زبان بیاورد. منظور او چه بود؟ و همونطور که گفتم بعضی از ما کارهای بهتری داریم تا با وقتمون بکنیم. قبل از اینکه بتواند از جهت دیگری تلاش کند، سایه‌ای بر روی آنها افتاد. گیدئون سرش را بلند کرد و به سرعت بر روی پاهایش ایستاد. گیدئون گفت: هارو، بالاخره اومدی؟ فکر کردم قراره این مصیبت رو تا آخرش نگاه کنم. صدای زنانه‌ای پاسخ داد: شاید یکم برات خوب باشه. مگه هدف هنر همین نیست؟ تا هیولای درونمون رو رام کنه. توجه رون به سوال جلب شد. این خطی از یکی از اپراهای مورد علاقه‌اش بود. در تاریکی چشمانش را ریز کرد. رون سعی کرد که هویت گوینده را بفهمد، ولی مأموران تمامی نورها را در این سطح خاموش کرده بودند. نمی توانست چهره دختر را ببیند، نه لباسهایش را. هیچ چیزی هویت او را نمایان نمی کرد. گیدئون گفت: خیلی داستان پریان خوندی. با پاهای بلندش از روبروی رون رد شد. گفت: منو ببخشید شهروند وینترز. توی مهمونیت خوش بگذره. هیچ شکی در تمسخر داخل صدایش نبود. رون سرش را برگرداند. خارج شدن آنها را از قسمت ویژه نگاه می‌کرد که با صدای آرامی صحبت می‌کردند. لحظه‌ای که رفتند دستانش را مشت کرد. دوباره شکست خورده بود. سرش را به پشتی مخملی صندلی تکیه داد. هر دو کف دستانش را بر روی گونه‌هایش کشید. داشت زمان ارزشمندی را از دست می‌داد. رون باید مکان سرافین را پیدا می‌کرد. ترجیحاً همین امشب. قطعاً نمی‌توانست به تعقیب کردن گیدئون شارپ ادامه دهد، وگرنه به او مشکوک می‌شد. رون با خودش گفت: و این آخرین چیزیه که بهش نیاز دارم. گیدئون در شبی که رون قرار بود به خانه طعمه‌اش برسد، زودتر به سرافین رسید. ممکن است تصادفی باشد، یا ممکن است نباشد. با این حال انگار گیدئون با نمایش رون قانع شده بود. اگر کسی جاسوسی رون را می‌کرد، تردید داشت که او باشد. اما سوالات شک برانگیز لیلا کرید کمی قبل‌تر را به خاطر آورد و باید احتمال این را در نظر بگیرد که دشمنانش داشتند به او نزدیک می‌شدند. رون بیشتر بر روی صندلی فرو رفت. تلاش می‌کرد که حالا در اتاق ویژه به شکارچیان جادوگر در اطرافش فکر نکند. اگر به او نزدیک می‌شدند، چگونه شک آنها نسبت به خودش را برطرف کند؟ ذهنش باطلاقی تیره از خستگی بود که افکارش را به سمت لجن می‌کشاند. هر زمانی که چنین احساسی می‌کرد، وریتی را پیدا می‌کرد، کسی که سوالاتش باعث برانگیختن تخیلات رون می‌شد. مانند میله‌ای آتش خاموشی را سیخ می‌کرد تا برافروخته شود. وریتی فرمانده دوم بعد از پروانه قرمز بود. او به همان میزان رون نقشه می‌کشید و به انجام آنان به رون کمک می‌کرد. در نتیجه هنگامی که هنرپیشه زن قسمت اصلی اپرا را به اتمام رساند،
رون بر روی پاهایش ایستاد، پرده بالکن را کنار زد و به دنبال دوست خود رفت. ممنونم که با این پادکست همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود.